قبلا در مورد طرحواره‌ها و جذابیت طرحواره‌ای صحبت کردیم در این برنامه و یکی دو قسمت دیگه می‌خوایم بپردازیم به مثال‌هایی از طرحواره‌ها در افراد که چطور باعث میشه همدیگر رو در روابط عاطفی جذب کنن. یکی از طرحواره‌ها طرحواره نقص شرم هست که در واقع ریشه‌های تحولیش برمیگرده به خانواده‌ای که با بچه‌هاشون برخوردهای تحقیرآمیز داشتن، تنبیه می‌کردن، مقایسه‌شون می‌کردن، به نوعی یه جوری میشه گفتش که مثلا فرزندشون رو خیلی قبول نداشتن، بها بهش نمیدادن و این الگوی رفتاری مدام تکرار میشد و طرحواره نقص شرم خب به این صورت شکل میگیره در دوران کودکی و در خانواده. اما این افراد وقتی بزرگ میشن و اگر این طرحواره در واقع در وجودشون شکل گرفته باشه، رو روابط بعدیشون اثر میذاره. جذب چه کسانی میشن؟ یکی از افرادی که جذبشون میشن کسانی هست که طرحواره تنبیه دارن. در واقع این افراد معتقدن که آدما به خاطر اشتباهاتشون باید تنبیه بشن. معمولا لحنشون خیلی جدی، سرد، سخت و بیرحمان است. چرا افرادی که طرحواره نقص شرم دارن جذب چنین افرادی میشن؟ چون اون حس ترس درونی و اون باور اصلیشون در مورد خودشون مهر تایید میگیره. و اون چی هست؟ اینکه واقعا ایراد دارن و باید بابتش تنبیه بشن. برای همین چنین رابطه‌ای براش آشناست، اگرچه دردناکه. چون بارها و بارها در کودکی تجربه شده و اصلا این باور شکل گرفته که حتما یه جای کار من اشتباهه. از طرفی با افرادی وارد رابطه میشن که طرحواره معیارهای سختگیرانه و انتقادگری افراطی دارن، یه جوری آدمای کمالگرایی هستن. خب میدونیم این افراد کمالگرا معمولا مدام در حال گرفتن ایراد از خودشون و دیگران هستن. محبتشون مشروطه، یعنی در واقع میگن اگر رفتار درست باشه دوستت دارم. و چرا افرادی که طرحواره نقص شرم دارن جذب چنین افرادی میشن؟ بخاطر اینکه یکی از باوراشون اینه که اگه این آدم کمالگرا من رو تایید بکنه یک افتخاریه، یه حرکت بسیار بزرگیه. ببین تایید چه کسی رو من به دست آوردم، بنابراین تاییدش براش خیلی ارزشمنده. حالا اگه بخوایم از بیرون به این رابطه نگاه بکنیم، یعنی کسی که طرحواره نقص شرم داره و کسی که طرحواره معیارهای سختگیرانه داره، دیگران معمولا به این فردی که خیلی کمالگراست میگن کی پیدا بشه تو رو تحمل کنه با این اخلاقت، و یا میگن که همین آدم، یعنی همین که طرحواره نقص شرم داره، مگه همین بتونه تو رو تحمل کنه، چه صبری داره. خب این در واقع تجزیه تحلیل عامیانه است که در واقع مردم دارن، ولی بخوایم تخصصی نگاه بکنیم میشه همین طرحواره نقص شرم و نفر مقابل طرحواره معیاری سختگیرانه و این که در واقع اون فردی که این طرحواره نقص شرم داره چه بسا وقتی بیش از حد سخت کوشی بکنه، بیش از حد خودشو در معرض استرس و فرسودگی در واقع خودش قرار بده و بتونه تایید همسرش رو به دست بیاره که کمالگراست، به شدت از این بابت میتونه خوشحال باشه. همچنین کسی که طرحواره نقص شرم داره میتونه جذب کسی بشه که طرحواره محرومیت هیجانی داره. میدونیم که این افراد، یعنی کسانی که طرحواره محرومیت هیجانی دارن، آدمای سردی هستن، اهل ابراز احساسات نیستن یا بلد نیستن و خیلی هم براشون مهم هم نیست، خیلی ارزش گذاری براشون نشده. خب چرا فردی که طرحواره نقص شرم داره جذب کسی میشه که طرحواره محرومیت هیجانی داره؟ بخاطر اینکه اصلا اساسا خودش رو قبول نداره، دست کم میگیره. دیدید بعضیا میگن که تو خیلی خودتو دست کم میگیری. حالا نه اینکه در واقع به هر کسی که این جمله رو میگیم فکر کنیم که طرحواره نقص شرم داره، اما اگه بخوام خیلی خلاصش بکنم تو اینجور روابط این اتفاقا میفته. کسی که طرحواره نقص شرم داره در واقع باورش اینه که من اینقدر خوب نیستم، لایق نیستم که یکی پیدا بشه به من محبت بکنه، پس همینم تو رابطه من غنیمته. در واقع لنگ کفش کهنه در بیابان نعمتی. پس با آدمی میره تو رابطه که این باور همچنان تقویت بشه. کسانی که طرحواره محرومیت هیجانی دارن خیلی محبت و این چیزا براشون مهم نیست، ابراز علاقه، ابراز عشق، و میبینید که اگه گرفتاری براشون پیش بیاد، حادثه اتفاق بیفته و طرف مقابل بخواد سعی کنه که بهش محبت کنه، بهش دلسوزی و توجه نشون بده، میگه خب که چی؟ مثلا تصادف کردم ماشینم داغون شد، میخواد مثلا با من همدردی بکنه که چی؟ ماشینم درست میشه، میخوام نکنه.
به همین صورت رفتار میکنن نسبت به محبت افرادی که طرحواره محرومیت هیجانی دارن. بنابراین تو ذوق نفر مقابل میزنن، اونم هی تلاش میکنه ولی چیزی دریافت نمیکنه. این فقط یکی از طرحواره‌ها بود که میتونه باعث بشه افرادی با طرحواره‌های دیگر رو جذب خودش بکنه و مثال‌های بیشتری هست که قطعا در برنامه‌های بعدی میزنیم که متوجه بشیم چطور افراد با طرحواره‌های مختلف همدیگر رو جذب میکنن، ولی این منظور چیز خوبی نیست و میتونه آغاز تنش‌ها و تعارض‌های ارتباطی باشه.